با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. ما دوام 2 روز بازارهای شهر دوشنبه را نظارت کردیم و مشاهده شد که همانا خریداران با طبع خیره از بازار بیرون میشوند. ما تنها بازار شاه منصور و سخاوت پایتخت را به نوار گرفتیم و در مقایسه تقریبا نرخ در همه بازارهای چکنه یک خیله است. مشتریان بازار شاه منصور میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفور بلغاری نه تنها پایین نرفته است بلکه گران شده است. هرچند هنگام ثبت ما نرخ 1 کیلو کارتوشکا تا 4 سومانی نوشته شده بود، خریداران میگویند به آنها 5 سومانی فروختند. این اما چیز قیمت است. پمیدور 7 سومون، پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون، 5 سومون. این 2 کیلو کارتوشکا. ما شریف رمضان این نون 2.5 سوم میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پمیدور کیلوش 5 سوم، 6 سوم میگن. این بعد پمیدور اگه افتاده پری پمیدور 2 سوم، 3 سوم باید باشه پمیدور. بودین 50 درهم باید باشه. این همه راست سوداگرا میفروشن در اینجا، دهخونا نه. فقط سوداگرا میفروشن، قیمت 2 برابر دهخونا میفروشن. در بازار سخاوت نرخ کارتوشکا تا 5 سومانی و در یارمارکه وابسته به صفت آن 1 سومانی و 50 درهم بود. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه در همه بازارهای پایتخت در ماه رمضان یارمارکه‌های فروش محصولات کشاورزی راه اندازی شده است. برای خرید محصولات یارمارکه مردم نوبت می ایستادند. نرخ در یارمارکه‌ها نسبت داخل بازار ارزان‌تر است. ولی مشتریان میگویند که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً صبح برگزار شده. ساکنانی که در مؤسسه‌های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات را از این یارمارکه‌ها ندارند. همچنین صفت این محصولات به مراتب از داخل بازار فرق میکند. این هم کارتوشکای ما 2.5 سوم او را به پول بتنم نمیگیرمش. به خدا نه پوستش مینم نه هیچی. نه خاکم جای دیدگشه میگیم اوخی. 4.5 5 سومون خود 4.5 5 سومون باشه. 1 کیلو گوشت تا 38 تا 40 سومون هست. 30 سوم باشه ما مثال بخره. گوشت نمیبینیم بچه‌شمون چی آخی. راست میگم به خدا نه. مسئولان بازارها دلیل این وضع را کم شدن ورود محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفور بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در حاضر دیدک نرخ کارتوشکا به فروش برآورده ما 3 سومانی 50 درهم میباشد. در یارمارکه نرخ گوشت از 30 سومانی تا 35 سومانی پیشنهاد میشه به میجوشون هر سحر از طرف بازار شاه منصور، از طرف صاحبکاران ناحیه حصار، ناحیه رودکی در درون بازار آنچه نرخ یک کمترک فرقیت دارد، چون که در بازارها یک لخت همین کارتوشکا حوزه وارداتش کمتر شده. بازارشناسان میگویند واردات کمی محصولات سبب اصلی بالاروی نرخ‌ها نیست و در این کار عامل‌های صنعی هم وجود دارد. یک 3 روز پیش مرد کارتوشکا گفتم که چرا قیمت میشه، گفت که دین روز گفت کارتوشکا اومده، گفت در دو ماشین 3 سوم 20 نش کردن، گفتن که ارزون نکردن، خر کردن برفتن شوفیرا با هم کارتوشکا با هم 5 سوم موندگی خیر نرسن. او در روز ماه شریف رمضان یگام نمود کم شدگی نیست. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه‌های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فیتر ادامه می‌کند. در سال جاری با قرار شهرداری دوشنبه برای نظارت نرخ‌ها در بازارهای پایتخت گروه‌های ویژه تأسیس شده است. با وجود هنوز تنظیم نرخ مواجه مشکلی است. شادبان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.